وقتی که زن حامله دار می شود 5 ماهه 7 ماهه 9 ماهه زنها همین که چراغ میکنن همین هست همین هم کارایم. نه، این اصلش از دین آتش پرستی ماندگی هست. چراغی که در جاهای ما میکنن این شرک است. گویا نوع آتش پرستی هست، یک نوع اعتقاد به آتش است. این کارها باطل است. الله سبحانه و تعالی مشکل کشا هست. یاری را باید از الله سبحانه و تعالی پرسیم. هر حاجتی که داریم باید از الله سبحانه و تعالی پرسیم. این کارها غالبا در بین همین کارها شرک دارد، یعنی به الله تعالی یک چیز شریک میبیارن و کسی که به الله تعالی یک چیز شریک بیاره از دین اسلام میبرد. غالبی آن چراغچی ها همش یا فالبین است یا جادوگر است، اما کینچی ها بسیارش به الله تعالی شریک میبرن، یعنی که مسلمان نیست اونا. اگرچه یک کمپیری مثال ظاهرا مسلمان است ولی مسلمان حساب نمیشه. اونا جادوگر هستند. همین چراغ میکردگی ها، همین آبی چیلتن نوشیدگی ها، اینا همش مسلمان نیست. افسوس که کسی همانا مجبور کرده اگر همین آبی چیلتن نخوری تو کسل میشی، کسلی بردوام میکنه، تو باید همین کنی. گفته بیچاره بی سواد هستن، قبول کردین دیگر همین کارهای کرده میگردن. این چیزای بدعت و خرافات و بعضی شرک است. بنابراین کسی مادرش همین چراغچی و علاوچی و همین کارا باشد گردانتون نکنید. این تیرا بگذار جنها آمده عذاب دهد، بگذار بیمار شوند، بگذار عذاب کشند، ولی از دنیا مسلمان وفات کنند. وقتی که به گوارا میبندید لالکچه را وای بیام همون زنها میبیان هم خیلی چراغ ها رو میکنن و به گوارا میبندن. اینم قاعده های پیشین زنها. بعضی استادان ما ذکر میکنن که سحر گاواشو گرفته به صحرا میرفته است، گاو و گوسفنداره بیگانی با تولد کرده، با کودکاشو برداشته با گاوای گرفته می آمده است. نه گوارا بندی و نه چراغ و این چیزا، یعنی که اصل ندارد. خیلی اونا دلالت با قوت بودن زنهای پیشینه میکنند. لیکن مقصد اساسی این خیلی قاعده ها نیست که باید به گواره یک زنی که الهیده بیاید بندد 10 قاعده رو اجرا کند برای وی صرف و خراجات یا معرکه الهیده. این چیزا نیست. این قاعده ها رو من مثال شما روز اکثریتتون در کشور روسیه زندگی میکنید، نکنید همین بهانه ترک کنید. نیست همین تو تولد شد عقیقه کنید. اینه دو گوسفند میکشید پخته میخورید، این یک معنا دارد. یک گوسفندی تر و تازه میخورید، خیش و تبارا جمع میشن، یک خورسنده میکنید، باقی ماندهش ذخیره میکنید. مثلا این تو یک خیر است، یک اعلان است که ما فرزنددار شدیم. آدم ها آمده تبریک میکنن، دعا میکنن، خیر است. همین گدی وقتی که با خاندان کردید با مردم فریاد میکنید، با آمده یک مبارک بادی میکنن، دعا میکنن که الله نکاح آنهای مبارک گرداند، با خیر است. اما از این کارهایی که دیگر کارهایی که چراغ و این معرکه‌هایی که زنها پیدا کردن، اینا همش بافته شده از جانب خداشون است، به شریعت ربط ندارد.